رو خود داره می مسافرت مهاجرت از صفر پس دوباره زندگی رو شروع کردن یک فشارهای روحی رو سر آدم میاره. انسان ها باید قوی باشه و شما ببینین این شما هنرمند ما هستین، ما احترامتان داریم از هنرمندای دیگر هم که بر ما عزیز هستین، حتی از کشورهای هندستان یا کلگیشون لایف میه اینمی اکشی کمار، سنل شکتی، سنجیدت، اینمی بچه ها که کلشون لایف میه، کلشون گپ میزنن. از این صفحه تیک تاک هیچ کس را نمیگه که تو برو. فقط این مردم افغانستان است که نمیفهمن و شما فقط شما بر هر کس جواب ندین. سلیم صاحب شما شکست نفس هستین، شما شکست نفس هستین، شما هر طبقه را میپذیرین. واقعای شوقی است در ایران است، یک سفید دو سه دفعه آمد شاهین صاحب کردیم همی یکان روزا یک سیگم دی یعنی شاید محتاج باشه، بیچاره پریشان است. سو استفاده میکنن و شما یک شخص دلپاک بزرگ و شکست نفس هستین، از این مردم سو استفاده میکنن. خدا شاهد است که ما دل ما سوخت بریش سفیدش، یعنی مثلا او اینطور است اینطور. همی خوار گل ما کی میفهمم که این انسان ها چی میگه وقت بالا میارمش تغییر میکنه. عقده شخصی خود در صفحه ما میخواه که برای مردم وقتی که یک آدم اینجا روحی هستن، این آدم ها روحی هستن و کسایی که یکم شهرت دارن یا یکم مردم برشان احترام داره یا میخواین برای خودشان کس احترام نکرده یا عقده‌ای هستن، میان عقده خود در مقابل کس دیگه خالی میکنن. و خود ای است ای که شما مشهور هستین، مردم اعتقاد میکنن، حتی ضرور نیست، لازم نیست هیچ اعتقاد کس را جواب ندین، در لایف کس دیگه نرین اصلا. همه تو بیاین تیک تاک تان بیاین، امی زندگی است، فراز نشیب خود داره، آل سعیز مهاجرت است، کلگی ما دخ میاریم از امی صفحه تیک تاک استفاده میکنیم. اما مشکل شما نیست، مشکل از مردم ماست. امی خود اینمی ملکارون بود، سلطان بود که کی بود من یار اصلا نمیفهمم نمیشناسمشانه، اینمی به خود چطور حق میدن که من در زندگی شخصی کس دیگه مداخله میکنن. اینمی که نمیفهمن که در زندگی در این دنیا کسه، در بین مردم افغانانی، در کل مردم ها کسه، هر سطح مردم وجود داره. مردمی که پایان است و فقط اینم تو گپ زده و اعتقاد کرده و این کارا را میکنه، تخریب میکنه. و مردمی که در سطح بلند است او چی میکنه، او مردم تشویق میکنه. این کسایی هستن که تخریب میکنه و یا میخواین دوگام انسان مضمون جور کنن. برای هیچ کدامشان جواب نده. خدا کنه هر کسی که باشه. ما صحبتای تو شنیدم، بسیار تشکر میکنم ازت، از تو خوار قدمان، از تو خوار دلسوز. ما همونجا تو رو فالو هم گرفتم، دیدم که یک خوار دارم که از ما دفاع میکنه و ما میفهمی سر چی گپ میزدن گفت کردن. ما دین روز یک پیام دادم برای ایران که تسلیت برای اون با پاس انسانیت که همونجا افغانای ماست، همونجا افغانای ما بسیار با مشکلات است. برادر ما میکاره کردیم انداختیم اینمیال همون رو پاک کردم دلش بیغم شود. شاهین صاحب هیچ پاک نکنین. شاهین صاحب شما یک شخص محترم هستین، شما به صفت یک فرد، به صفت یک انسان آزاد کامل عاقل بالغ، یک هنرمند یک کشور، شما هر چیزی که مناسب میبینین شما او کار انجام بده. فقط اینمی کسی که سطح پایان است میخواین تخریب کنن، میخواین یه چشم دیدن شما را ندارن، اونم را اهمیت ندین، خلاص کل چیز جور است. و این کسایی که مثل ملکارون، مثل ازیا که اصلا اینم عقل منطق ندارن که در زندگی دیگر رو مداخله کنن، بر ازیا میچ اصلا کشان گپ نزن. کمی آمد بگو برو بیا در ما وقت هر انسان خوار گل محق میتو، اما طریقش صحبت کردن خوار گلم طریقه داره. با کدام سیستم با کدام سویه آدم باید انتقاد کنه؟ انتقاد از خود جای داره. هر کی رو بالا بره او مرا بلگانه. فقط لالا جان اگر کس اعتقاد داره میاره در زیر ویدیویت نشته میکنه، تو بیخی پاکش کن. اصلا هیچ حق ندارن که اعتقاد کنن. خلاص به خاطر که شما هیچ وقت نرفتین سر ازای اعتقاد نکردین، شما هیچ وقت نرفتین در زندگی کس مداخله نکردین.
شما یک آدم عاجز، مظلوم، یک آدم عاقل، بالغ و یک انسان هستین که ضررتان به کس نرسیده. اینا که میخواین تخریب کنن، میخواین ذلیل کنن، میخواین رشخند بسازن، میخواین که سوء استفاده کنن، میخواین مضمون صفحه تیک تاک خود جور کنن، ایره دیگه مشکل از واسه و خودشان هم قسم هستن. شما فقط مزدانیه خواهش دارم به هیچ کس جواب ندین. اگر اعتقادشان هم سالم بود فقط گوش کنین، برشان جواب ندین. حق ندارن که بیان دیگه لایف نرین که اونا. من بسیار متاسف شدم، جگرم زیاد خون شد آمدم بالا. گفتم شاهین صاحب شما برین، یا حق نداره که شما سوال کنن. به خاطر ازی آدم نمیتونه برداشت کنه. این من یک کس هستم که من برداشت نتونستم، به صفت یک بیننده برداشت نتونستم. اما قسم که شما را اذیت میکنن آمدم بالا. اوناش خودشون چطور خود به خود اجازه میتن، چطور اذیت نمیشن، چه قسم انسان هستن که باعث میشن که یک وقت شود. خب تشکر از این که لالا جان وقت دادی، آمدم بالا گپ زدم. خودت سر واده بیایی خورجان، ما با شما و انسانهای روشنفکر و انسانهای با درک ضرورت داریم. صحبتایتان هر حلمی که دارین. تیک تاک ما برای هنر، ادب، تربیه و موسیقی و شعر و شاعری است، نه برادر برای سیاسی، نه برادر برای کسایی که رهبری و یا پا قوم پرستی و چتیات هیچ وادم نبودن نیست. شاید صاحب شما صفحه تیک تاکتان استفاده کنین، ادامه بدین. شما را مردم دوست داره. به یک دو گپی که مردم براتون منفی میگه و خودشان شخصیت های منفی هستن، خودشان نقده‌ای هستن، نیاز نیست که تا درباره‌شان فکر کنین، حتی لازم نبینین که جواب بدین. خلاص من البته که براتون احترام دارم. کدام کشور هستی؟ من آلمان هستم لالا شاید. ما آلمان هستم. کجاستیم که فیلم بخیر نمایش میتون باز میخوایم ده بخیر. زنده سلامت باشین. تشکر. فیلم نو جور کردیم به نام مهاجر. اینجا دو فیلم جور کردیم، یکی به نام مهاجر است، یکی به نام خانواده‌اش است، به زبان آلمانی است. البته آلمانا ما میگه کار کرد رئیستم، ما زحمت میکشم، ما وقت ضیافه خود که بیکار شدیم مال در تیک تاک هستیم. یعنی ما در تیک تاک شما شخص محترم هستین، از صفحه تیک تاک تون استفاده کنین. اونا هر چی میگن بانشان بگوین. اجازه ندین که انسانایی که در سطح شما نیست اعتقاد کنه یا شما را مثل پیشتر او قسم هر کسی بیار از شما سوال کنه دیگه. بر از اونا متاسف هستم. از شما تشکر میکنم که بالا دعوت کردین. قربان تشکر خود قدم. ان شاء الله در خدمت هستیم هر لحظه که باشیم. تشکر. خدا شاهین صاحب سلام برسه. چه حال احوال، خوب هستی؟ سلام باری جانت نبودی امروز؟ خیلی